الو بفرما. آقا حالتون خوبه؟ خدا را شکر آباد. من از تهران تماس میگیرم برای کمربندهای لاغری. بله بله. شما آقای مرادی هستین؟ بله من مرادیم. ببخشید شما مشکل چاقی دارین؟ ما مشکل چاقی داریم. آها. خب میخوایم با کمربندهای ما آشنا بشین، کمربندهای لاغری. چه فرمیه کاکا؟ تبلیغشو دیدی تو ماهواره؟ ما ماهواره نداریم، گناه داره کاکا. کمربندهای ما حرارتی لرزشیه. خب خب مارکش هم یعنی آتیش توشه؟ نه گرما و لرزش. هم میلرزه هم گرما داره. خب هم میلرزه هم گرما داره. بله. نیم ساعت 45 دقیقه بعد از ناهارتون 10 دقیقه از دستگاه استفاده میکنید. ترش نمیخوریم بعد نهار؟ نه ترش نمیکنید. بعد نمیشه شام و نهار صبحونه سه تاش با هم بهتر لاغر نمیکنه؟ نه 2 بار بعد استفاده کنید. بعد شربت معده میخورم ضرری نداره؟ نه مشکلی نداره. بزرگه یا کوچیکه؟ 20 سانته. اینا نقده یا قسطیه؟ شما نقد میتونید پرداخت کنید، قسطی هم میتونید پرداخت کنید. سافته میخواد؟ نه چک میخواد. خطر نداره؟ نه کمربند ما اگه بخواید 2 موتورش بخرید 2 تا موتور توشه، بخواید 4 موتورش هم بخرید فقط 4 تا موتور توشه، هیچ کار خاصی هم انجام نمیده. موتوراش خارجیه یا ایرانیه؟ چینیه. شما از تهران زنگ میزنین؟ از تهران هم من زنگ میزنم. بله. تهران آب و هوا